یک سری از پدرها شاکی شدن، میگن شما توی پست قبلی راجب سیگار بچه من حرف نزدی، ما هم تکلیف خودمون رو بفهمیم. اگه دیدی بچت ایکس اس میکشه، پسرت خیلی آدم جالبیه، قطعا کسب و کارش گرفته، ایشون یه شخصیت کاملیه. اگه تو جیب بچت اسکار دیدی، این وسط جوونیش پیر شده، این یا یه شکست عشقی خورده، شاید هم از زندگی سیر شده. اگه بچت وینی قرمز میکشه، هر کی بهت گفت حرف مفته، این سیگار یه جورایی متاعه، معتاد بکشه فشارش میفته. اگرم دیدی بچه لگیت میکشه، با رفیقاش چوسی میان برای هم دیگه، این سیگارو فقط پوستش لاکچریه، هم ارزون مزه سگ میده، یکم به جنسیت شک بکن. اگه دیدی سیگارش شده کنت پاور، خودش هم میدونه عجب آشغالیه، فقط کرده تو پاچش زید فابش. اگه پاکت ماربورو یه تاش دیدی، فکر نکنی زیاد پول خرج میکنه، داخلش نخی وین اسنو لایت میذاره، فقط پاکت خالی ها رو جمع میکنه. آموی پولی بذار تو جیب بچه و سیگار بچت هر جیبان باریک، این داره تو فقر دست و پا میزنه، روزگار زندگی شده تاریک. اگر اسموکینگ کیلز روش داره، درست خارجیه ولی بد خشکه، تولید دهه 90 میلادیه، بزن تو گوشش آدم شه اون کد. کنار آتش رقص شبانه